سلام لحظه هستم. یه ویدیو کوتاه واسم بگیرم در مورد سودوهای فرقشون چی؟ ما توی کجاییم لنس یه صفحه باز کردیم همه گرفتیم لنسیم تو لوکال هاست پی دبلیو دی هم بگیریم تو هوم دایرکتوری لنس با سو شروع میکنیم سو سپورت اه، رو- رو- الان شدیم کاربر روت. چرا اون دستورا فرق داشت؟ فرقش اینه که آقا وقتی که میری تو کاربر روت الان دایرکتوری روتی بشت فرق میکنه و اسکریپت اصلا کلا یه چیز دیگه داری وارد میکنی. الان روتی با کاربر لنس ما PWD توی لنس هستیم، همچنان لنسیم ولی دسترسی کامل، دسترسی حدی، دسترسی روت سودو سودو دش آی. ما پسورد از ما نخواست چون یه بار کاربر روت شدیم الان رفتیم خود روت. ما کاربر روت هستی PWD هوم دایرکتوری روت هم هستی